میدونید ازدواج معکوس یعنی چی؟ ما دنبال این هستیم که ببینیم که آیا این دو نفر با هم تناسب دارن. بنابراین ملاکمون فقط اون سن تقویمیه نیست، میایم سن اخلاقی، سن اجتماعی، سن زیستی، سن عاطفی اونها رو با هم بررسی میکنیم. اگر بین اینها تناسب وجود داشت این ازدواج مانعی نداره، اما گاهی اوقات افراد بدون این بررسی ها فقط صرف یه دلدادگی و یک علاقه تصمیم به این ازدواج میگیرن که خب نتایج خوبی نمیتونه براشون به بار بیاره. پس توصیه میکنم اگر فردی تصمیم به همچین ازدواجی رو داشت و یا در واقع محبوبی رو پیدا کرد که از خودش بزرگتر هستش، بهتره که با راهنمایی ها و مشورت هایی که از متخصصین میگیره بتونه یک ازدواج موفق رو برای خودش رقم بزنه.